با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. امروز سوالی رو که براتون انتخاب کردم سوالی از حوزه اعداد مختلط هستش. عدد مختلط عددی هستش که در حالت کلی به صورت ضد نمایش داده میشه و مساوی هست با آ به علاوه آی بی. آی قسمت واقعیش هست، بهش میگن ریل پارت و شامل اعداد حقیقی، اعداد صحیح، اعداد گویا و تمام اعدادی که شما تا الان میشناسید میشه. قسمتی که برای بی در نظر گرفته میشه بهش میگن ایمیجین یا قسمت موهومی و مجازی، یعنی واقعی نیستش. و اعداد مختلط اعدادی هستن که هر دو بخش رو میتونن با همدیگه داشته باشن یا فقط بخشی از این فرمت کلی رو، یعنی فقط قسمت موهومی رو یا فقط قسمت واقعی رو. اگر بخوایم وارد بخش اعداد مختلط بشیم بسیار مباحث گسترده‌ای رو داره که اگر شما دوست داشته باشید میتونید در کامنت ها اعلام کنید و من جلسات مجزایی رو اختصاص بدم به آموزش اعداد مختلط. منتها این سوالی رو که میخوام حل بکنم نیاز به اطلاعات خیلی زیادی نداره و با اطلاعات اولیه در مورد اعداد مختلط میشه اون رو محاسبه کرد. فقط این رو بدونید، نکته‌ای که بسیار مهم هستش اینه که در اعداد مختلط آی رو معادل رادیکال -1 در نظر میگیرن. مطمئنا شما میدونید که در اعداد حقیقی اعدادی که زیر رادیکال میرن با فرجه های زوج نمیتونن منفی باشن. یعنی اگر ما در اعداد حقیقی رادیکال -1 رو ببینیم میگیم این وجود نداره یا تعریف نشده. تفاوت مهمی که اعداد مختلط یا کامپلکس نامبرها با اعداد حقیقی دارن همینه که در اونها تعریف شده، یعنی اون رو معادل علامت آی در نظر گرفتن. اگر من این طرفین رو به توان 2 برسونم، یعنی آی به توان 2 رادیکال -1 به توان 2، میتونم به این نتیجه برسم که آی 2 همیشه معادل -1 هستش. اگر طرفین رو در آی ضرب کنم آی 3 معادل منفی آی میشه و اگر مجدد طرفین رو در آی ضرب کنم آی 4 معادل منفی آی 2 میشه و چون در بالا اعلام کردیم آی 2 معادل منفی 1، منفی در منفی 1 ضرب شه معادل 1 میشه. پس این مواردی رو که الان براتون اعلام کردم خوبه که برای خودتون به عنوان نکاتی که حفظ باید بشید نگه دارید. یعنی آی 2 رو معادل -1 بگیرید، آی 3 رو معادل منفی آی بگیرید. توانهای بالاتر بر اساس اینها مرتب میشه و میتونیم اون حاصلی رو که مد نظرمون هست حساب کنیم. خب حالا میریم سراغ مسئله‌مون و ببینیم که این عبارتی رو که یا سوالی رو که مطرح کردیم چجوری حل کنیم. تا من سوال رو بنویسم و مجدد وارد صفحه بعدی بشم لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خب بچه‌ها بریم سوالمون رو یادداشت کنیم. آی توانش از 1955 به اضافه آی توانش هست 1962 به اضافه آی توانش هست 1980. میخوایم بریم این حاصل مساوی چند هستش. بهتره که توانها رو تقسیم بر 4 بکنیم تا معادل عدد 1 رو پیدا بکنیم. میتونیم از توان 2 هم استفاده بکنیم اما توان 2 حاصل -1 رو میده. اما چون توانهای ما خیلی بزرگن بهتره که توانهای 4ش رو پیدا کنیم که معادل 1 باشه. اگر هم باقی ماندمون مشکلی نداره. خب بس من می‌نویسم 1955 تقسیم بر 4 میشه 483 و باقی مانده 3 میاره. 1962 رو اگر تقسیم بر 4 بنویسم 490 میشه و باقی مانده 2 میاره.
1980 رو اگر تقسیم بر 4 بنویسم 495 میشه و باقی مانده 0 میاره. این به این معنی هستش که 1955 میتونه مضارب 4ش رو خارج کنیم، چون مضارب 4 یعنی I4 معادل 1 پس تأثیری نداره و در 1955 483 مرتبه این اتفاق افتاده و 3 باقی مونده. پس من به جای 1955 می نویسم 3، یعنی اعداد 1 که در ضرب بی تأثیرن رو خارج می کنم. در 1962 490 بار تکرار شده و باقی مانده 2، پس می نویسم I2. در 1980 495 بار مضارب 4 تکرار شده و 0 باقی مونده، یعنی در واقع 1980 به 4 بخش پذیره. خب دیگه راحت شد. I3 رو حفظ بودم، گفتم معادل منفی I. I2 رو حفظ بودم، معادل -1 بود و هر عدد به توان 0 هم که میدونیم معادل 1 هستش. اگر منهای 1 با 1 ساده شه جواب میشه -I. پس حاصل این تست من بوده -I. امیدوارم که از حل این سوال لذت برده باشید و اگر دوست دارید که تدریس اعداد مختلط ادامه پیدا کنه میتونید در کامنت ها اعلام بکنید. ممنون و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.